أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب سنن ابو داوود 2133 می باشد و در کتاب ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، سنن دارمی روایت شده است. ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند، میگویند من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء یوم القیامة و شقه مائل. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که 2 زن داشته باشد یا 3 زن داشته باشد یا 4 زن داشته باشد، اگر به یکی از آنها بیشتر میل داشته باشد و از حق دیگر زنهایش، در روز قیامت یک طرفش شل می آید، یک طرفش خشک می آید. این تهدید می باشد که باید مردها وقتی که زنهای بسیار داشته باشند باید نفقه و عدل را رعایت بکنند که این تهدید برای آنها شامل است، زیرا جزا از جنس عمل می باشد که وقتی که یک به یک طرف میل می کنید و از حق دیگران نقص می شود، کم می شود، این یک طرف شما شل می آید، تهدید می باشد. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می گویند اللهم هذا قسمی فيما املك فلا تلومنی فيما تملك ولا املك. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند بار الها این تقسیم و نفقه و عدل من است، آنچه که مالک هستم کرده ایستادم، اما آنچه که من مالک نیستم در دست من نیست. این میل قلبی من می باشد، مرا ملامتم مکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم شبها رو بین همسرهایشان برابر تقسیم میکردند، اما بین زنهایشان عایشه رو بیشتر دوست می داشتن که این دوست داشتن این از جانب الله می باشد که این به این مالک نیستن پیامبر. بنابراین الله میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. الله میگه هرگز شما عدالت کردن نمیتوانید در دوست داشتن و در حب و الجما، میگوید و عدالت کردن نمیتوانید در دوست داشتن، زیرا یکی از زنهایتان رو بیشتر بر بیر دوست میدارد. هر کسی که 2-3 زن دارد یا که 4 زن دارد، یکی از آنها رو بیشتر دوست میدارد. بنابراین الله میگوید که ولن تعدلوا ولكن فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله میگوید که یعنی 1-2-3-4 زن بگیرید، اگر نتوانید عدل کردن 1 تا بگیرید. عدل کردن در اینجا کلمه عدل در شبها و نفقه رو برابر به این مالک است انسان، اما با اون میل قلبی که یکی از آنها رو بیشتر دوست می‌دارید به این انسان مالک نیست. این تهدیدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند باید مردها اهمیت بدهند، زیرا بعضی زنها رو وقتی که 2-3 زن میگیرند، یکی از زنها رو همچنان میمونند که ولا تذروها کالمعلقه. میگوید الله میگوید که به حال خودشان آنها رو همچنین آویزان نمانید، نه شوهردار بودنشان تعیین، نه بی شوهر بودنشان تعیین، آنها رو به حال خودشان چنین نمانید. چگونه یک چیزی رو آویزان میکنید؟ نه منی او کی بودن چی بودنش رو معین نیست، نه شوهرداریش تعیین، نه بی شوهریش تعیین، که این بسیار
تهدیدی بزرگ آمده است از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم. چه کسی میخواهد که در روز قیامت یک طرفش شل بیاید؟ در روز قیامت مردم با سزای عملشان با هر گونه میشه، متکبران به مانند مرچه کوچک حشر زنده میشوند، جمع میشوند، و بعضی از مجرم ها چشمانشان مثل کبود می درخشد، همچنان زنده می شوند. بعضی از گناهگاران مثل ملخ پراکنده می شوند. و اذا النفوس زوجت، هر یک شخص گناهگار، هر شخص از همان طایفه برانگیخته می شود. در روز قیامت زیناکار همراه زیناکار زنده می شود، متقیا با همراهی متقیا. بنابراین شخصایی که در این دنیا چنان عدل رو پیشه نکردند، در روز قیامت همچون یک طرفشان شل و چنان محشر می شوند، همچنان مردهایی که به زنهایشان ظلم کردند. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.